در حافظه‌ام چند درخت سبز شدند. آنها را برایتان می‌نویسم. در خیابان یکم سعادت آباد 2 درخت بزرگ سماق وجود دارد. آنها را به چند تن از اهالی کوچه نشان دادم. باورشان نشد. آدم‌ها نزدیکانشان را باور نمی‌کنند. سر خیابان شریفی منش در قیطریه 1 درخت بزرگ گردو هست که زیاد بار می‌آورد و متعلق به هیچ کس نیست، چون متعلق به همه است. در اول کوههای درکه 2 درخت کوچک آلو هست که از سالهای دور با آنها دوست هستم. سایه درخت‌های دیگر نگذاشتند آفتاب بر آنها بتابد. با آنها زیاد بزرگ نشدند. سایه ها خیلی وقتها نمیگذارند بزرگ شوند. در اتوبان نیایش شرق به غرب از دیوار بطونی خروجی کوی پرواز 1 درخت انگور بیرون زده بود که حیرت انگیز بود، ولی بعد از 2-3 سال که تنه‌اش بزرگ شد نتوانست زنده بماند. تنگناها نمیگذارند آینده به دنیا بیاید. حالا هم روکش پلاستیکی هم او و هم بوتون را پوشانده است. خیلی چیزهای سطحی، چیزهای بزرگ را پوشانده است. رامیز شاعر خوب آذربایجانی میگوید: ای درخت پیر، هر چند با چاقوها نامشان را بر تن تو حک کردند و تو را از بلندی‌ها بر زمین زدند و شاخه‌هایت را سوزاندند، اما آزرده نشو. نه نام‌هایشان، نه چاقوها و نه تبرهایشان هیچ کدام نمیماند. حتی خودت هم نمیمانی. درخت زیبا، اما بلندی‌هایی که بر آنها زیستی همیشه میمانند. یه جا نوشته بودم، تو اینم نوشتم راه‌ها به اندازه مسافرانشان مقصد دارند، اما آدم‌ها را ایمانشان به هم میرسانند. درخت‌ها هم ایستاده سفر میکنند، با ریشه هاشون سفر. برای همین دریا به خاطرشان پرواز